با سلام خدمت دوستان عزیز. امروز 29/8. بعد شکر خدا زنبورامون هم خمیر شیرین هم خمیر گرده و شربت رو استفاده میکنم. فعلا هم کیفیتشون خوبه. این هم از وضعیت زنبورمونه. شربت ها رو تو نایلون میریزیم، نایلون فریزر، که زنبورا توشون غرق نشن. بعد از 48 ساعت دوباره شربتشون رو شارژ میکنیم. خمیر شیرینشون هم که الان دارم مصرف میکنم، فعلا در حال حاضر موجود دارم. بعد مهمتر از همه قنداق پیجیشونه که این قنداق پیجی ها باید انجام بشه که زنبور احساس سرما نکنه تا ببینیم برای بهار چه نتیجه از این میگیریم. مهمتر از همه نجات زنبوره. زنبور که نجاتش خوب باشه، بعد همخونی با زنبورها دیگه نداشته باشه، یعنی از یک گروه خونی نباشن. عسل دهیشون بالاه، بچه دهیشون کمه. بعد هم تخم‌ریزیشون هم شربت که شدآوریشون عالی میشه، چون نژادهای بومی توی مناطق بهتر جواب میدن، اما عسل آوریشون درصدشون کمتره. عسل نژادهای اصلاح شده مثل کارنیکا توی منطقه بهتر جواب میده. و اینم کندوی بعدی ما. من واسهتون باز میکنم ببینم وضعیت این چیه. مهم گرم نگه داشتن کندوه. اینم از جمعیتش. نگاه شربت داخل پلاستیک بودش، خوردن افتادش داخل ظرف شکری. اینم از جمعیت زنبوره. ما اینو میذاریم اینجا که انشالله برای 2-3 روز آینده دوباره بهشون شربت دهی رو انجام بدیم. به خاطر اینکه نایلون میزنیم شربتو، به علت اینکه هم زود سرد نشه، هم زنبورا داخل شربت جا شربتی غرق نشن. پیروز و موفق باشید.